میخوایم بریم عروسی. منم گفتم ولاگ بگیرم و دیگه از صبحی که بلند میشم کارمو انجام بدم، یه کافی بخورم، صبحونه بخورم و امروز مرخصی گرفتم استراحت بکنم، به کار عقب موندم برسم و آماده شیم که بریم عروسی. با من همراه باشین. دی. خیلی وقت عروسی نرفتم و واقعا ذوقشو دارم که میخوام برم ببینم که دیگه لباس و همه چی من مرتب کردم، خوشگل کنیم بریم. من رفتم حموم، الان میخوام حاضر شم، موهامو درست کنم، با هم میکاپ کنیم و این هم. اول از همه بگم که من وقتی که موهامو خیسیشو میگیرم یه جوری میپیچمش که وقتی که میخوام کرلیش کنم اون حالتش بهش حفظ بشه، چون پایین موهام آلردی حالت داره. واسه اینکه خوش فرم تر بشه میپیچمش، با کلیپس میذارم که وقتی میخوام کرلیش کنم دیگه مثلا خوش حالت تر وایسه. دیگه کرم مرطوب کننده هم زدم. الان میخوام که اول موهامو درست بکنم، بعد از اینکه موهامو درست کردم با هم دیگه میکاپ بکنیم. خب اول موهامو باز کنم، ببینید یه کمی حالت دار میشه، حالا خیلی چیز نیستش. یه آهنگی افتاده توی دهنم، سلام من به تو ای گل نشونم، سلام از من یار مهربونم، تو رو دوست دارم اندازه جونم، خوش اومدی بخونم. خب بچه واقعا این برس تنگل تیزر به قدری خوبه، اصلا واقعا من نجات پیدا کردم از این موهایی دارم که خیلی گره میخوره به هم، واقعا نجاتم داده این برس. موهام احساس میکنم هنوز کمی خیسه و بهتره که بهش سشوار بزنم، واسه این همین فعلا باز نگهش میدارم و سشوارش میکنم تا اون خیسش بره که کرلیش خوش رنگ که کرلیش بهتر بشه. گوشواره هم درارم چون این گوشواره رو نمیخوام استفاده کنم، گوشواره من بذارم و یه ماسک صورت بذاریم. من یکم دلپیچه دارم، واقعا آدم مگه چقدر میره عروسی که همون روز باید دلپیچه بگیره. یه دونه ماسک خواهرم بهم داده بود، پیداش نمیکنم، کجا گذاشتمش خدایا. یه ماسک بایودنسه، اینو راستش خودم نگرفتم، خواهرم بهم داده. یه ماسک بایودنسه، انگلیسی هم پشتش نداره، چرا یه کوچولو داره، میگه به چشمتون نباید بخوره، بعد برای بچه ها اینا هم خوب نیست، برای زخم اینا هم خوب نیست. How to use. میگه که باید تا زمانی که ترانسپرنت بشه، یعنی تا زمانی که بیرنگ بشه روی صورتتون بمونه، اما چون من خیلی وقت ندارم فکر کنم مثلا در حد 20 دقیقه بتونم بذارم روی پوستم بمونه. برم بازش میکنیم ببینیم که بازش کنیم. اوه چقدر این مواد داره، راستش خیلی خوشم نمیاد از این ماسکا، ولی گفتم حالا که داریم میریم عروسی بذاریم. اینجوریه. اینایی که اینا رو میزنن شب تا صبح میمونه چجوری میتونن تحمل کنن؟ من واقعا نمیتونم. خب یکی ازشون میمالیم به دستمون و همینطوری میزنیم و بیاد بالاتر. لزجه قطعا نمیاد. خب فکر کنم که درست زدم. واو چه جنس باحالی داره، من واقعا انگار سیلیکونه، چجوری میخواد ترانسپرنت بشه. خب خوب شد. گود
مامانم گفتش که برات چای ریختم. دستش درد نکنه. دلم یکم پیچونده. نمیخوام. هم بذاریم. خیلی عجیب و بامزه است با اینکه این حس لزجه رو دوست ندارم، ولی باحاله. خب الان اصلا خوب برعکس گذاشته باشم. موهامو یه سشوار بگیرم. بچه من یه روغن مو دارم ویتا پلکس. بعد اینو از از روژا اوپال گرفتم. بعد مثلا داشتم میچرخیدم و اینا، روغن مو هم نداشتم راستش اصلا. بعد این از ایناست که در مقابل مثلا هیت پروتکشنه، یعنی در مقابل گرما مراقبت میکنه از موهاتون. من همیشه اینجوری بودم که روغن به درد نمیخوره، چون روغن نمیتونه پروتکشن کنه و از این اسپریا دلم میخواست بگیرم. ولی این هم بوی خوبی داره، هم واقعا اونقدر مو رو چرب نمیکنه و حالا طبق گفته خودش هیت پروتکشن هم داره. حالا یه اندازه مناسبی زده بشه به نظرم کارایی خاص خودشو داره. امیدوارم که با این ماسکی که من زدم شما بفهمید من چی میگم و مثلا مشخص باشه این چی آخه. وضعیت جدا میشه ها، دماغ میره این تو. خوبه. احتمال میدم الان بابام بیاد خونه من ببینه بترسه، بنده خدا آدم فضایی شدم. خب من اینو برمیدارم چون واقعا اینا تو مخم من اصلا. برمیدارم. وای خدایی ولی باحاله ها. احساس میکنم پوستم خوب شد. یه چای نبات با نعنا باید بخورم چون دلرد دارم. ولی میریم عروسی معلومه. من همیشه باید یه چیزی باشه، یعنی اصلا اگه حالت عادی باشه مشکلی نشته باشم در تعجبم. گردنبند هم دارم چون یا گردنبند نمیندازم یا بندازم این نیستش. من به تو مهربونم. خب من موهامو کردی کنم الان تو ویدیو نمیتونم راستش زیاد دقت کنم. برم کردی کنم بیام. خب بچه ها من موهامو درست کردم و ماسکرم برداشتم. ماسک جالب بود. ماسکرم برداشتم برم مسواک بزنم بیام که میکاپ کنیم. پرایمر دارم، با پرایمر شروع میکنم به پوستم بزنم. مال میبلینه. ببینیم که به چه صورته. و من اصلا تو میکاپ روزانم پرایمر نمیزنم اصلا، یعنی فقط برای همین مثلا عروسی رفتن و یه جای طولانی بخوام میکاپ داشته باشم، حتی مثلا مهمونی هم بخوام برم و اینا هم نمیذارم پرایمر. خب این میگه که پوستتو اسمش بیبی اسکینه، یعنی واقعا میگه که عین بچه میکنه پوستتو. خب پوستم الان واقعا دست که بهش میزنم راضیم. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام اول ابروهامو درست کنم، یه لیپ بام کوچولو بزنم، لبام تر و تازه باشه. موهام پیچیدم که اون حالتش رو از دست نده. یه چیزی هم که حالا من خودم خیلی حرفه‌ای نیستم، ولی یه چیزی که یاد گرفتم اینه که شما میتونین این براشایی که حالا برای مثلا یه دونه چه میدونم چیز بوده، برای یه دونه نور فکر کنم بهتر،
برای یه دونه ریمل قدیمی تو مودر استفاده بکنید. من همچنین اضافه هاشم میگیرم، راستش دوست ندارم خیلی حجم زیادی یهو بزنم و اینها، کمش میکنم. خب اینو هم میخوام که سفت‌تر فشار بدم، کنم بهتر شد. بذارید برم من جلو آینه ابروامو درست کنم برگردم. ابروامو درست کردم، حالا میخوام اول از چشمام شروع کنم چون آرایشم رنگش مشکیه. میخوام که یه آرایش اسموکی و سرمه‌ای طوری انجام بدم، واسه همینم اول از این کانسیلر میزنم پشت پلکم، بعد کم اینجا میزنم، پوست صورتم میزنم. خب خوب شد. دیدم که با یه دونه بیوتی بلندر اینطوری خیسی پشت پلکو بگیرید بهتر. خیلی 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 کم در حدی که خیلی خشک نشه پشت پلکتون پودر فیکس هم میزنم که چون من خط میندازه پشت پلکم، بهتره که خشکش کنم که پودر فیکس میزنم اوکی باشه. احساس میکنم که اصلا موها خوب نشد و دیگه دیره دیگه باید از چست انجام بدم. خب بچه من پلت سایه زیاد دارم، کلا از پلت سایه خوشم میاد. خب یه دونه از این اسمش باکس ها دارم، اسنس دارم، یه دونه از این نیکسا دارم، یه دونه هم هودا بیوتی دارم. خب ببینید با یه دونه مداد من همینطوری الکی طور یه چیز کشیدم، یه دونه خط چش کشیدم که مشکی باشه و میخوام که شروع بکنم روی همین آروم آروم. این که الان فقط میخوام بلند شه، همین این خط بلند بشه. حالا شروع میکنم از این سایه مشکی که دارم تپ تپ میزنم، نمیکشمش. اینم همینطور. من چون مدل چشمام افتاده است و این خط رو دارم، همش باید چشمم باز کنم چک بکنم که یه وقت اشتباه مثلا نزنم. اونجایی که پلکم هست رو مشکی زدم و بعدش رو میخوام با قهوه‌ای تیره پیش برم. این بیوتی بلندرم استفاده میکنم که بخوام این نوکاش رو تمیز بکنم. هنوزم میکاپ صورتم رو نکردم. از این رنگ قهوه‌ای این پلت نیکسی که دارم میزنم به این گوشه ها. دوباره با این بیوتی بلندره اینجاها رو تمیز میکنم که خوب شه و همچنان من رو رنگ قهوه‌ایم. احساس میکنم که حالت چشمام خوبه، دوباره میرم سمت رنگ مشکی و اون حالت تپ تپی که میخوام رو دوباره ایجاد میکنم. اینو فیدش میکنم اینجاش، مرزش رو کلا باید با یه رنگ حالا یکم روشن‌تر که یه رنگ سرمه‌ای شاین سرمه‌ای روی پلکم بیارم. برای همینم از پلت سایه سرمه‌ای استفاده میکنم، میزنم توی سرمه‌ای و میزنم به پلکم. سعی میکنم به وسط پلکم بزنم. کلا رنگای شاین رو اگر با انگشتتون بزنین خیلی بهتره، خیلی خوش رنگه. من تپ تپ میزنم. خب و حالا شروع میکنم دوباره به فید کردن. این فید کردنش خیلی مرحله مهمیه و واسه همینم من سعی کردم میکاپ نکنم، چون میدید اینجاها من سیاه شد. با این بیوتی بلندری که نقش تمیز کننده رو داشت زیر پلکم رو تمیز میکنم. حالا میخوام از این سانگلوه بزنم رو پوستم
یه کمی رنگ بهم بده. اصلا تا کانسیلر نزدم واقعا از آرایشم رو بازی نیستم. خب حالا این کرم پودر بتنوال. من خیلی آدم کرم پودری نیستم، یعنی واقعا روزانه هم استفاده نمی کنم. ما دیگه عروسی بزنیم بره. خب ببینید برای اینکه کرم پودرتون خوب بشه یه دور با براش بزنید، بعد روش با بیوتی بلندر. اصطلاحی هست برای کرم پودر میگن بیلدبل، یعنی شما میتونید چند لایه از اون کرم پودر رو بزنید تا فول کاور بهتون کاور بده، در واقع کاورش فول کاور بشه. من الان یک بار دیگه از این کرم پودره روی قسمت هایی که فکر میکنم نیازه میزنم و میرم سراغ کانسیلر. کانسیلره که واقعا راضی ترینم. خب اینم از این وسط، اینجا و اینجا کانسیلر و کانتور برای بینی. اینجا دیگه نتونستم بقیه ویدیو رو بگیرم. اینم از فاینال لوک من. موهامو کرلی کردم، گوشواره با گردن بند و اینم از آرایشم. بای. خب ولاگ منم تموم شد، میبینمتون دوباره. خدافظ.